سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ خوش سلامتین. تو این ویدیو میخوایم به بررسی باشگاه اکسیژن تلفظش هم سخته یه ذره برا من، که توی کویت افتتاح شده بپردازیم. صاحب این باشگاه قبل از هر چیزی بدربودای بعد اینکه بریم یه نمایی از داخل باشگاه ببینیم. اصلا ورودی لاکچریش آدم نگاه میکنه عشق میکنه. پذیرش کاملا لوکس و لاکچری، بعد بوفه کاملا لوکس لاکچری. خدا میدونه اینجا یه دونه تخم مرغ بخوری چقدر عذاب در بیاد پولش. فکر کنم 4 تا تخم مرغ بخوری باید پول یه پراید بذاری بیای. حالا پراید شوخی میکنم ولی خیلی زیاد میشه معلومه. ما که تو ایران یعنی اونقدر هزینه ها سرسام آور شده، اصلا اونقدر پولمون بیارزششه واقعا. اصلا دیگه فکر رژیم گرفتن اینجور چیزا رو هم نمیتونم از گوش ذهنمو بگذرونم. خب چند تا از رفیقاش داره سلام علیک میکنه، پذیرش میده در رو باز کنه. بریم تو سالن، قسمت ورودیش ببینیم چه خبره. خب اوه، ورودیشو نگاه، پرام چقدر خفنه. داخل سالن نشون بده. اوه اوه اوه، یا حسین این چیه؟ پرام فکر کنم نزدیک 100 تا فقط پله برقی دارن. خب این قسمت معلومه برای اپتیکال و حوازی و تردون اینجور چیزاشه کلا. یعنی این قسمت، این طبقهش کلا اینجوریه. ترید میلا رو نگاه کن. حالا تو ایران که اصلا این ترید میلا رو نداریم، هیچ بیشتر 15 دقیقه هم نمیذارن اصلا رو ترید میل بمونیم. من تا الان تو باشگاه خیلی کمی تو ایران این پله برقی دیدم. خب بریم بعد ببینیم کجا میخواد بره. بریم تو آسانسور داره برای طبقات بالاش، میخواد بره تو آسانسور. خب باشگاه رو ببین تو رو خدا چند طبقه است. یعنی طبقه اول فقط حوازی، اپتیکال و تردمین و این چیزا داره میره. طبقه دوم فکر کنم، بس ببینیم چقدر طول میکشه. آسانسوره مطمئنی یه طبقه رفتی بالا داشت. خب خواد بره تو سالن نشون بده. بریم تو سالن، قسمت فیتنسشه، تیاریش و فیتنس. اوه چقدر جنگش بالاست. اینجا جون میده برای فیلم گرفتن. چقدر هم وسیله و امکانات اینجور چیزا دارن. خب این قسمت هم نشون داد. خواهد بره قسمت بعدی. آرم اکسیژن رو فقط ببینید چقدر باحال. اکسیژن تو. خب این قسمت هم یه سری دستگاه گذاشتن. یعنی فکر کنم اینجا بخوای یه حرکتی بزنی باید طبقه به طبقه دنبال دستگاه باشی. چقدر زیاده. این قسمت هم برای رزمی کاراست. اوه آینه ها رو اینجا فقط جون میده برای فیگور گرفتن. مایی که اصلا تو باشگاه اول اینچه اجازه لخ شدن تو بیشتر باشگاه نمیدم، بعد اینچه اصلا آینه اینجوری برای این چیز فیگور بگیره من ندیدم. خیلی اصلا کیفیت آینه ها پایینه تو ایران. اونقدر اصلا بدون برنامه آینه ها رو زدن، نه دیدی داره برای فیگور نه چیزی، مخصوصا برای فیگورهای بک. اینجا این قسمت فقط برای فیگور گرفتن جون میده. ببین چه دیدی داره آدم به خودش. از همه زاویه جهات میتونی خودتو ببینی، قشنگ فیگور گرفتن هم تنظیم کنی. خیلی خدایی گنجش بالا. اینجا هم نشون داد. نمیدونم به این رفیقات چی میگه. یه داشت لخ شد دوتا فیگور بگیر. یه فیگور بگیر. اوه خوب بود نه؟
گنجش بالا بود. خب بریم برای طبقه بعدی یا سالن بعدی. یه قسمت که برای فیگورگیری اینجور چیزا بود، مخصوصا این داستان ها که تو باشگاه کسی نمیاد بگه یو علشی مثلا جلو اینو فیگور بگیره. فیگور میخوای بگیری مثل بچه آدم برو تو اتاق فیگورتو بگیر. خب بریم طبقه بعدی، طبقه سوم. البته با این آسانسورش بکنم تا صبحم نرسه. خیلی آسانسورش کنده. رسید بالاخره. خب این قسمت کمداشه. خب این قسمت هم قسمت رخشنشه. چقدر با کلاسه اصلا کمودا رو نگاه. اینجا والا یه کمد، یه کلید داریم 100 تا کمد. یه کلید یعنی همه کمودا رو باز میکنه. کمودا رو نگاه کن. این قسمتش استخر. تو خود باشگاه تمرینتو میکنی بعد میمیری تو استخر. گنجش بالاه نه. بعدش چیکار میخواد بکنه؟ همین جکوزی استخر اینجور چیزاش نشون میده. وچ استخرش چقدر لوکسه هستن، چقدر لوکچریه. بکنم چیزی باشگاه هم نره فقط میاد استخرشو بره. خیلی جنگش بالا. بعد فکر کنم من تا الان فقط آقا دیدم. فکر کنم اصلا این باشگاه مختلط نیست تو کویت. آره همچنین فکر کنم اجازه نداره. قوانین کشور همچنین اجازه نمیده. مثل ایران میمونه چون فقط آقاه. میره برای طبقه بعدی. منتظر میمونیم برسه به طبقه بعدی. انشالله که میرسه. برس. هم نرسیده. صبح شد دیگه. برس. خدای آسانسورش خیلی کنده. اوه سالن دستگاهاشه. دستگاه رو نگاه. یعنی میشه ما هم یه روز همچون باشگاهی تمرین کنیم؟ خدا مثلا باشگاه نگاه کن. ویو رو کلن دستگاهه. این ورش رو نگاه کن. اون سرش اصلا ناپیداست تا کجاست. داداش فیله رو سایدی ول کن دیگه. خب این قسمت فکر کنم مخصوص پاشه. کلن دستگاه پا رو جمع کردن چون تا الان چه فقط دستگاه پا نشون دادن. این دستگاهی چیه؟ نفهمیدم. خب اینا که دستگاه ساق پاه واسه لیفت و اسکات و اینجور چیزا. آینه ها رو فقط نگاه کنیم. خب کلن این طبقهش کلن دستگاه پاه. فقط دستگاه پا دارن. چقدر هم زیاده. اینجا جون میده آدم پا بزنه بعد بره استخر. بره تو استخر بعد بگیر همونجا بخواب. دستگاه حاج پشت چقدر خفنه. حالا ما نمیگیم این همه دستگاه پا جمع کن حداقل ولی سالم باشه. اصلا اینجا تو ایران ما میریم به دستگاه اصلا یه دونهش به کنار یه دونه به زور دارن. اصلا دستگاه سالم نیست. هزار تا سر و صدا میده. خب بجا ببینیم کجا میره. خواهد به طبقه بعدی. 4 باید باشه.
سانسورش خیلی لف میده. چیکار داره میکنه؟ روبرو داره چی میزد؟ چیکار میکردون؟ نفهمیدم، ولی داشت یه حرکتی میزد فکر کنم. بریم طبقه بعدی. انشالله چی میرسیم. خب رسیدیم. طبقه بعدیشم کلا برای فکر کنم دستگاه بالا تن است. آره فقط بالای تنه. همه دستگاه بالا تنه رو یه جا جمع کردم. دستگاه کراسه. چقدر هم گنج دستگاه بالاست اصلا. چقدر لوکس و لاکچریه. گیافا رو ببین. اصلا دستگاه رو آدم میبینه عشق میکنه. نمیخواد به آدم تو این باشگاه بیاد اصلا نمیره خونه. ما که حالا دستگاهشو نداریم به کنار، کلن از هر کدوم یه دونه داریم، اونم هزار تا سر و صدا میده. داداش داری اشتباه میزنی. اوی داری. خب چرخوند یه ذره این مرامه رو داره نگاه میکنه ببینه چی نشون بده. 3-4 تا دستگاه لاری، 5 تا زیادتره. چقدر دستگاه لاری داره. همه جا دستگاه لاریه فقط. بعد لاری صرف آزاد داره، همون وزن آزاد خودمون. بعد دستگاه داره. بعد رو همه دستگاه اصلا وزنه هست، نیاز نداری یک وزنه رو این ور اون ور کنی. خب خدایی قشنگه، لذت بردم واقعا. باشگاه به این میگن، اصلا نمیدونم چی بگم. باشگاه آدم ببین اصلا چیزی نمیتونم بگم، یعنی واقعا یکی از مشهورترین و با کلاس ترین و لاکچری ترین باشگاه حال حاضر دنیاست. باشگاه اکسیژن. غم سازندش واقعا گرم، خیلی خلاقیت داشته، خیلی مغزش کار میکرده. دستگاه رو اصلا نگاه کن. بعد لازم بذاشته تو این باشگاه ورزشگاه مشهور خیلی زیادی از جمله قهرمانان مثل المپیا اینجور این دسته از قهرمانا دارن تمرین میکنن. یه داریم به آخره ویدیو میرسیم. بچه ها داریم به آخر ویدیو میرسیم. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. لایک یادتون نره، کامنت هم بذارین، حمایت کنین، ممنون میشم. بعد در آخر اینکه چنلم حتما ساب داشته باشین. خیلی ممنونم. خداحافظ.